چرا آدم چنین گمراه باشد؟ چرا آدم چنین گمراه باشد؟ بیرون از گفته الله باشد. ببندد دل به دنیا و به مالش، که فکر آخرت رفته زیادش. نترسد از خدا و از رسولش، نترسد از عذاب قبر و گورش. نترسد از قیامت از صراطش، بترسد از بلای پول و مالش. بگوید آن خدا ای بنده ای من، بکن تو سجده تنها برای من. بگوید آن رسول مهربان هم، که ای آدم مگر خرسندی در عالم. بترس از عالمی سوزان الله، ولی آدم هنوزم آن گمراه